18 میلیون تومان. قیمت طلا الان جاییه که اگر این سه تا نکته رو ندونید ممکنه پولتون رو خیلی راحت از دست بدید. نکته اول، کف قیمت کجاست؟ خریدارها اصلا نمیذارن طلا ارزون بشه. هر بار قیمت میاد سمت 17 میلیون و 700 هزار تومان دوباره میره بالا. این یعنی آدم‌ها حسابی دارن از این قیمت حمایت میکنن. نکته دوم، سقف قیمت. طلا الان گیر افتاده و قراره فقط بین 18 میلیون تا 18 میلیون و 800 هزار تومان بازی کنه. این عدد 18 و 800 مثل یک دیوار و مقاومت محکمه که به این راحتی ها نمیشکنه. نکته سوم، ترس بازار. به خاطر خبرهای منطقه سرمایه‌گذارها ترسیدن و پولهاشون رو بردن جای امنی مثل صندوق‌های طلا. دلار هم به همین خاطر تا 178 هزار تومان رفته بالا. نتیجه این که بازار فعلا منتظره. پس تا وقتی قیمت طلا نتونسته از این دیوار و سقف بالایی رد بشه، لطفاً عجولانه خرید و فروش نکنید. به نظرتون در آخر قیمت از کدوم سمت میشکنه؟ سقف یا کف؟